سلام. صبح بخیر. متشکرم. ممنونم. فکر کنم جای درستی هستم. دوست عزیزم داوسن، چرچه جواهره مگه نه؟ ازتون میخوام برگردید به سمت نفر کناریتون. ازتون میخوام تو چشماشون نگاه کنید و میخوام خودتون رو به عنوان یه نابغه معرفی کنید. شروع کنید. خب این کارگاه یک روزه درباره شماست. این یه فرصتیه که شما فقط یه روز تو زندگیتون خلوت کنید و برای از بین بردن تحریک مداوم در محیط بیرونی خود که به شما یادآوری میکنه که فکر میکنید به عنوان یک شخصیت چه کسی هستید، تا خودتون رو از مردمی که میشناسید، مکانهایی که میرید و کارهایی که هر روز دقیقاً تو همون زمان انجام میدید جدا کنید. اونقدر طولانی که هر چی رو که از قبل میدونید بهتون یادآوری کنه که در واقع شما خالق زندگی خودتون هستید و قرار مفاهیم و ایده ها رو در یک روز توسعه بدید. و هر بار که چیز جدیدی یاد میگیرید ارتباط جدیدی تو مغزتون ایجاد میکنید. این چیزیه که بهش میگن یادگیری و یادگیری باعث ایجاد ارتباط سیناپسی جدید میشه و همونطور که شروع به گذاشتن آثار در بافت عصبی خود میکنید، در نتیجه تعامل شما در محیط، نکته بعدی اینه که شما فرصتی خواهید داشت تا اون اطلاعات رو اعمال کنید و گروه خاصی از مردم رفتارهاشون رو با نیاتشون مطابقت میدن تا اعمالشون با افکارشون یکی باشه. اونا به سمت ناشناخته قدم برمیدارن و اونو امتحان میکنن و با این کار تجربه جدیدی به دست میارن و سپس تجربه مغز رو غنی میکنه و مدارهای بیشتری رو نسبت به اونچه که از نظر فیزیولوژیکی فهمیدید مجددا سازماندهی میکنه. اما لحظه‌ای که اون نورون‌ها در جای خود قرار میگیرن، مغز یه ماده شیمیایی میسازه و اون ماده شیمیایی رو یک حس یا یک احساس مینامن. اون لحظه شما احساس میکنید نامحدود هستید، احساس میکنید مانند یک پدر و مادر صبور هستید، احساس فراوانی میکنید، احساس آزادی میکنید. حالا شما به بدن خود به صورت شیمیایی آموزش میدید تا بفهمه ذهن شما از نظر عقلی چه چیزی رو درک میکنه. پس میشه گفت دانش برای ذهن و تجربیات برای بدنه. و اون لحظه شما شروع به تجسم حقیقت اون فلسفه و نظریه میکنید و شما به معنای واقعی کلمه به ژن‌های جدید و راه‌های جدید علامت میدید و برنامه بیولوژیکتون رو بازنویسی میکنید. اما اگه یک بار این کار رو انجام داده باشید، باید به این معنی باشه که میتونید دوباره انجامش بدید و اگه بتونید هر تجربه‌ای رو بارها تکرار کنید، از نظر شیمیایی عصبی ذهن و بدنتون رو در شرایطی قرار میدید که هماهنگ عمل کنن. و وقتی یه کاری رو اونقدر تکرار کردید که بدن به خوبی ذهن میتونه چطور انجامش بده، حالا این تبدیل به بخشی از شما شده. این طبیعت دومه، آسونه، آشناست، این چیزیه که شما هستید. این یه واقعیتیه که اونقدر تمرین کردید که حتی لازم نیست آگاهانه بهش فکر کنید، چون تبدیل به یه برنامه ناخودآگاه شده. پس کار ما اینه که از یک فیلسوف تبدیل به یک استاد بشیم. دانش رو تبدیل به خرد و تجربه کنیم. از ذهن به بدن و روح برسیم. از فکر کردن به عمل و بودن برسیم. با ذهن یاد بگیریم و با دستامون انجام بدیم و قلباً درک کنیم. من و شما تمام دستگاه‌های بیولوژیک و عصبی برای انجام این کار رو داریم. و این یه زمانی در تاریخی که دانستن کافی نیست، بلکه دونستن نحوه انجامش مهمه. و طبق تجربه 5 سالم از سفر به سراسر دنیا میتونم بگم افراد معمولی که این ما هستن کارهای خارق‌العاده‌ای انجام میدادن. اونا خودشونو از شرایط جدی سلامتی بهبود میدادن. اونا واسه خودشون فرصت‌ها و زندگی بهتر و مشاغل بهتری ایجاد میکردن. اونا زخم‌هایی که به گذشته متصلشون میکرد رو درمان میکردن و تجربیات عرفانی داشتن که فراتر از زبانه، که فهمیدن و توضیح دادنش سالها طول میکشه و دقیقاً عین شما هستن. اکثر مردم قبل از اینکه برای تغییر تصمیم بگیرن
تو زندگیشون منتظر یه بحران یا آسیب هستن، منتظر یه بیماری یا اختلال، منتظر از دست دادن یا خیانت تو زندگیشون هستن. و سوال من اینه که چرا باید منتظر بمونن؟ چرا قبل از اینکه تصمیم بگیرید شخصیتتون رو تغییر بدید منتظر تراژدی هستید؟ زمانی که شروع به کارگیری این اصول میکنید چون میدونید که مفیدن. یعنی بیشتر از گذشته به آیندهتون اعتقاد دارید. و افرادی که این کارو میکنن بیشتر عاشق آینده هستن تا گذشته خودشون. و بیشتر علاقه‌مند به گفتن ممکن بودن آینده هستن تا زنده کردن احساسات و تجربیات گذشته خودشون. و زیبایی این کار اینه که لازم نیست برای انجام دادن این کار راهب باشید. لازم نیست کشیش باشید، لازم نیست خاخام باشید، لازم نیست 40 سال مراقبه کنید، لازم نیست دانشمند و دانشگاهی باشید. در واقع بهتره که نباشید. از اونجا که سادگی همه اینها زمانیه که مردم شروع به استفاده از اون میکنن و ثمره تلاش خودشون رو تجربه میکنن. و باید بهتون بگم هیچ کسی اینجا نیست که اونقدر خاص باشه که از این پدیده کنار گذاشته بشه. و اینکه افکار شما به معنای واقعی کلمه بر بدن شما تأثیر میذارن و همه افکار دارای انرژی یا فرکانس هستن. و اگه باور دارید که تا حدی افکار شما با بدن یا زندگی شما ارتباط داره و اگه شما به 60 تا 70 هزار چیز در روز فکر میکنید و 90% از اون افکار همون افکار زائد روز قبله، این همون اثرات قابل اندازه‌گیری رو در بدن شما ایجاد میکنه. آره یا نه؟ و شما شروع به انتشار همون انرژی و اطلاعات در خود میکنید و به خلق همون زندگی ادامه میدید. پس تفکر یکسان همیشه به انتخاب‌های یکسانی منجر میشه. انتخاب‌های یکسان همیشه منجر به رفتارهای یکسان میشه. رفتارهای یکسان هم تجربیات یکسان خلق میکنه و تجارب یکسان احساسات یکسان رو تولید میکنه. و این احساسات یکسان افکار و زیستشناسی، مدار عصبی، شیمی عصبی، هورمون‌ها و حتی بیان ژنتیکی شما رو هدایت میکنن. و این یعنی طرز تفکر و عملکرد و احساسات شما. و تفکر، عملکرد و احساس شما شخصیت شماست و شخصیت شما واقعیت شخصی شما رو میسازه. همینه. پس اگه میخواید یک واقعیت شخصی و زندگی جدید خلق کنید، باید شخصیتتون رو تغییر بدید. آره یا نه؟ این یعنی باید شروع به فکر کردن در مورد تفکراتتون بکنید و تغییرش بدید. بله، شما باید از عادات و رفتارهای ناخودآگاه خودآگاه باشید و اونا رو اصلاح کنید. حتی چیزی که میگید و طرز صحبتتون. و باید به اون احساساتی که شما رو به گذشته متصل میکنن نگاه کنید. چون احساسات محصول نهایی تجربیات گذشته هستند و شما باید تصمیم بگیرید که آیا این احساسات به آیندهتون تعلق دارن یا نه. این یعنی اگه میخواید ثروتمند بشید نمیتونید کمبود یا بی‌لیاقتی رو تحمل کنید. فرد ثروتمند هرگز چنین احساسی نمیکنه. اکثر مردم سعی میکنن یک واقعیت شخصی جدید رو با همون شخصیت قبلی خلق کنن، ولی نمیشه. شما به معنای واقعی کلمه باید به شخص دیگه‌ای تبدیل بشید. اصول علم اعصاب میگه که سلول‌های عصبی با هم برانگیخته میشن. پس اگه همچنان افکار مشابهی دارید، انتخاب‌های مشابهی انجام میدید، رفتارهای مشابهی میکنید و تجربیات مشابهی رو ایجاد میکنید که شبکه‌های عصبی مشابهی رو در الگوهای یکسان قرار میده که احساس مشابهی به شما رو تولید میکنه. پس قبول میکنید که اگه این کارو بارها و بارها تکرار کنید، هی برانگیخته و وصل میشن و به بدن به همون شیوه گذشته سیگنال میدن و از لحاظ عاطفی شرطیش میکنن. اگه این کارو بکنید، من نمیدونم، بیایید محافظه‌کار باشیم. موافقید که شروع به سیمکشی مغز خود به یک امضای بسیار محدود میکنید؟ آره، و اون امضای محدود هویت شما نامیده میشه. و این یک واقعیته که وقتی 35 ساله شدیم، ما مجموعه‌ای از برنامه‌های خودکار، رفتارها، باورها، ادراکات و واکنش‌های عاطفی رو حفظ می‌کنیم که به طور ناخودآگاه عمل می‌کنیم. پس بعدش اولین فرایند تغییر
آگاه شدن از افکار ناخودآگاهه. آره یا نه؟ و به دلیل اندازه ی لوب پیشانی که 40% کل مغز رو تشکیل میده، تاج موفقیت انسان این واقعیته که میتونید مشاهده کنید که چطور فکر میکنید. به رفتار خود توجه کنید و به احساسی که در اون لحظه دارید توجه کنید. میتونید مشاهده کنید که به این معنیه که دیگه برنامه نیستید. آره یا نه؟ شما خودآگاهی هستید که برنامه رو مشاهده میکنید و شروع به عینیت بخشیدن به خود ذهنیتون میکنید. شما دیگه زیست شناسی خود نیستید. شما آگاهی هستید که خودتون رو مشاهده میکنید. آره یا نه؟ پس کلمه مراقبه در لغت به معنای آشنا شدنه. معنیش همینه، یه نماده. بنابراین اگه شروع به آشنایی با نحوه اندیشیدن خود کردید و نسبت به اون افکار ناخودآگاه بسیار آگاه هستید، مثلا بگید نمیتونم، چه مشکلی دارم، خیلی سخته، هیچ وقت عوض نمیشم، نمیتونم انجامش بدم، خیلی خستم، هیچ کس دوستم نداره. اینا فونتایی هستن که توسط ذهن تحلیلی شما بدون بررسی میلغزن و شروع به برنامه‌ریزی سیستم عصبی خودمختار شما در همون سرنوشت میکنن. لحظه‌ای که از اون چه از دهانتون بیرون میاد و نحوه عملکردتون آگاه میشید. چه خودتون رو سرزنش کنید یا شکایت کنید یا بهانه بیارید یا دیگران رو قضاوت کنید. لحظه‌ای که ازش آگاه بشید، اگه با این برنامه خیلی آشنا باشید، موافقید که هرچه نسبت به اون عادت ناخودآگاه بیشتر آگاه باشید، احتمال ناهوشیاری کمتری وجود داره. آره یا نه؟ و حضور و آگاه بودن نیاز به اراده داره. آره یا نه؟ و اگه اونقدر با احساساتی که در 20 سال گذشته هر روز باهاش زندگی می‌کردید آشنا باشید که حتی ندونید مقصر هستید چون خودتون بودید. و رنج کشیدن خیلی خوب بود چون شما از احساس بد داشتن حس خوبی می‌گرفتین، ولی اینو نمیدونستید چون این احساسی بود که داشتید. آره یا نه؟ و بعد یهویی آگاه میشید، وای خدای من چی کار داشتم می‌کردم. لحظه‌ای که ازش آگاه میشید به این معنیه که احتمال کمتری وجود داره که انرژی و وضعیت عاطفیتون رو در طول روز کاهش بدید چون ازش آگاه میشید. آره یا نه؟ و چی میشه اگه تصمیم بگیرید که میخواید توجهتون رو روی چه افکاری متمرکز کنید؟ بذارید بررسی کنیم که آدم‌های بزرگ چجوری فکر میکنن، چه گفتگویی با خودشون میکنن. شروع به فعال و وصل کردن مدارها در مغز خود میکنید و اگه این کار رو چند بار انجام بدید، شروع به نصب چند مدار در مغز خود میکنید. آره یا نه؟ و اگه اینجوری فکر کنید و هی فعال کنید و وصل کنید، سخت افزار تبدیل به یک برنامه نرم افزاری میشه. آره یا نه؟ و چه میدونید شاید وقتی بیدار شدید مثل یک انسان بزرگ شروع به فکر کردن کنید چون مدارها وجود دارن. آره یا نه؟ و اگه بگید من میخوام یه روزی واسه یه عمر استاد بشم، یه فرد نامحدود امروز چجوری زندگی میکنه؟ و قبل از اون که چشماتون رو باز کنید تو ذهنتون شروع به تمرین کردید که قراره چه کسی باشین. در عمل تمرین ذهنی زمانی که شما واقعا حضور دارید، مغزتون تفاوت بین اون چه در بیرون میگذره و اون چه در اینجا میگذره رو نمیدونه. مغز شما تفاوت بین اون چه در خارج و اون چه در داخل میگذره رو نمیدونه و ناگهان شروع به نصب مدارهای بیشتری در مغز خود میکنید. به طور ناگهانی مدارها رو به گونه‌ای که سخت افزاری رو در اختیار داشته باشید تا مانند اون شخص عمل کنید نصب میکنید. آره یا نه؟ یالا دیگه. و اگه به اندازه کافی این کار رو انجام داده باشید، آیا ناگهان وقتی بیدار میشید مثل شخص رفتار میکنید؟ چون شما مغزتون رو آماده کردید. به جای اینکه سابقه ای از گذشته داشته باشید، به نقشه برای آینده تبدیل بشه. آره یا نه؟ و بعد چی میشه اگه بگی حالا این برای من عظمته؟ آیا میتونم به بدنم به صورت احساسی آموزش بدم؟ آینده من قبل از اینکه آشکار بشه چه حسی خواهد داشت؟ حالا این چالشه چون ما این موضوع رو خیلی مطالعه کردیم. اکثر مردم منتظر ثروت بیشتر هستند تا احساس کنن که ثروتمند و شایستن. اونا منتظر موفقیت هستند تا احساس قدرت کنن. اونا برای احساس قدردانی و تمامیت منتظر شفا هستند. اونا منتظر یه رابطه هستند تا احساس کنن دوست داشته میشن.
یا منتظر میمونن تا لحظه عرفانی رخ بده تا احساسش کنن. این یعنی ما قربانی محیط خود هستیم. ما منتظریم یه چیزی در بیرون تغییر کنه تا تغییر درونی رو احساس کنیم. و لحظه‌ای که احساس بهتری در درونمون داریم به هر کسی یا هر چه که باعث شده توجه می‌کنیم و اون رویداد به خودی خود خاطره نامیده میشه. این قانون فیزیک نیوتنه، علت و معلول. به عبارت دیگه مردم کمبود دارن یا پوچ هستن یا رنج میکشن. اونا منتظر شرایط عجیب و غریب خارجی هستن تا احساسشون رو تغییر بده. و اگه این اتفاق نیفته چی میشه؟ اونا بقیه عمرشون رو صرف مبارزه برای اون میکنن. سعی میکنن کنترلش کنن. دستکاری کنن، سعی میکنن یه کاری کنن که اتفاق بیفته چون باعث شده از واقعیت جدا بشن. ولی نمیدونید که از لحظه‌ای که احساس کامل بودن میکنید شفای شما آغاز میشه. لحظه‌ای که شروع به احساس شایستگی و فراوانی میکنید به سمت آینده خود به نام ثروت قدم برمی‌دارید. لحظه‌ای شما توسط یک چشم‌انداز توانمند شدید و هر روز در اون انرژی زندگی میکنید. شما قراره با آینده جدید هماهنگ بشید و همزمانی‌ها و خوشبختی‌ها در اطراف شما اتفاق میفته. لحظه‌ای که عاشق خودت میشی و عاشق زندگی میشی، همسانی رو جذب میکنی. لحظه‌ای که شما در هیبت دانش و اطلاعات هستید. یک تجربه عرفانی خواهید داشت و این باعث ایجاد یک اثر میشه. و بنابراین اگه علم به ما بگه که محیط به ژن‌ها سیگنال میده، حواستون هست؟ و ژن‌ها پروتئین‌ها رو میسازن و پروتئین‌ها مسئول ساختار و عملکرد بدن شما هستند و ژن‌ها مثل چراغ‌های درخت کریسمس همیشه روشن و خاموش میشن. اینو اندازه‌گیری کردیم. آیا موافق هستید که اگه تجربه‌ای در محیط شما باعث ایجاد احساسی بشه و علم به ما بگه که زمانی که شما شروع به تجربه احساسات قبل از تجربه محیطی میکنید، این محیطه که به ژن سیگنال میده؟ شما به ژن سیگنال میدید که شروع به ساخت پروتئین‌های جدید کنه تا بدن رو برای اون تجربه آینده آماده کنه. حواستون هست؟ حالا شما از نظر بیولوژیکی، شیمیایی و سرنوشت در یک راستا هستید. و الان به طور ناگهانی این زیباییه که بتونید حالت ذهن و بدن رو طوری حفظ کنید که تو شواهد فیزیکی در مغز و بدن شما وجود داره که به نظر برسه تجربه قبلا رخ داده. چون این کار رو انجام میدید. سپس سحر و جادو در زندگی شما شروع میشه و از ناکجابات پیدا میشه. اون تصادفات و فرصت‌هایی که شروع به آشکار شدن میکنن به این دلیل آشکار میشن که شما دیگه در شناخته شده ها زندگی نمی کنید بلکه در ناشناخته ها زندگی میکنید. هنوز اینجایید؟ و من بهتون میگم وقتی در ناشناخته ها هستید سرزنده تر و در بهترین حالت خود هستید. هنوز حواستون هست؟ پس اگه مغز سابقه از گذشته باشه، همه چیزهایی که تا این لحظه یاد گرفتید و تجربه کردید مصنوعیه. آیا موافق هستید که اگه هر روز با چشماندازی از آینده تعریف نشید در گذشته گیر کردید؟ آره یا نه؟ و اگه با خاطرات گذشته زندگی میکنید و هیچ مداری رو در آینده نصب نمیکنید، در زندگی خود قابل پیش بینی خواهید بود. آره یا نه؟ یالا. و اگه احساسات و عواطف محصول نهایی تجربیات گذشته باشه و تجربیات رو بهتر به خاطر میسپارید چون یادتونه که چه احساسی داشتن. لحظه‌ای که صبح از خواب بیدار میشید و میگید بذار ببینم، بذار به مشکلاتم فکر کنم، الان بیشتر احساس میکنم که شبیه خودمم. بذارید گوشیمو بردارم و واتساپ و پیام‌ها و ایمیل و فیسبوکم رو چک کنم. وای جنیفر داره کربوهیدرات میخوره، دیدی؟ وای خدای من، و دوست پسر دبیرستانیم دنبال منه. و لحظه‌ای که شما شروع به اتصال به شبکه واقعیت شخصی خود میکنید، لحظه‌ای که اون مدارها رو تو مغزتون روشن میکنید و به حواس خود برمیگردید و به اون احساساتی که شما رو بر اساس خاطرات تعریف کردن